خب توی این ور اون ور امروز اومدیم کجا؟ توی این ور اون ور امروز رفتیم توی مرکز شهر، ولی اینکه چه خبری بود، کلتور کلاس بود. کلتور یعنی همون کالچر، نمیدونم کالچر چش بود که شد اینجا هم کلتور. نوشته یعنی کلن جشن فرهنگ ها. کلاس هم یعنی همون جشن و میهمانی. قبلا اینجوری بود که یک هفته جشن و پایکوبی بود. امروز میگم این سری 3 روز بیشتر نبود. آره، پنجشنبه جمعه شنبه. نمیدونم بهشون پول نداده بودن، نمیدونم تایم نداده بودن، چه جوری بود که 3 روز بیشتر نبود، ولی هر سال یک هفته بود. ولی بازم این 3 روزم باحال بود. آره باحال. خب ما از اونجایی که خیلی گرسنه بودیم اصلا اول فقط رفتیم سراغ فود. نه خب بابا کنارش هم کنسرت بود دیگه. این یک آقایی بود که اومده بود خیلی قشنگ داشت اجرا می‌کرد و در کنارش هم صدای کنسرت داشتیم و غذا هم بود. ولی خیلی از اون فستیوال غذاهای بود که توی ویدیو هم داریم ویدیوهای قبلی هست. از اون متنوع‌تر بود. خب دقیقاً چون مال جشن فرهنگ ها بود در واقع دیگه. یعنی فرهنگ‌های مختلف اومده بودن که غذاهاشون رو به رخ بکشن در واقع، و تو میدیدی که غذاهایی که الان توی سوشال مدیا خیلی ترندن صفای خیلی طولانی تری داشتن. اصلا همشون صفای بلند. اینم یه بستنی که ما زدیم و یه چیزی که میخواستم بگم اینه که مگه توی اون فستیوال اینترنشنال هم نباید یه همچین اتفاقی میافتاد؟ چرا اینجا باید بیفته؟ مثلا اون هم یه چیز فرهنگیه دیگه. اون فرهنگی هست ولی بهش در واقع اینی که حالت بیزینس باشه چسبیده. یعنی اینجوریه که میرن تو کل سوئد هی میچرخن، مثلا تو خود یوتیوبری 3-4 بار برگزار شد. میفهمی منظورمو؟ آره دقیقاً که اینطور. خب خلاصه این هفته یا حالا این 3 روز اینجوریه که جاهای مختلف شهر که از قبل اینجوری محافظت شده و سن چیده شده و اینا، ایونت های مختلفه که همش هم تو سایت همش نوشته شده، ساعت و تاریخ و همه چیشو نوشتن و میگم معمولا هم کنسرت های خوب، خواننده های خوب میان. یعنی این جشن فرهنگ هایی که از جشنهای بزرگشونه در واقع. آره به خصوص که آخر تابستون هم هست، یعنی آخر آگوست اصولا برگزار میشه. یه جورای خداحافظی با تابستون هم هست. دقیقاً. و خب این امسال هم خدایی هوا خیلی خوب بود هنوز، با اینکه آخرای آگوست بود. اینا پیتزا میپختن بیرون، دیدی با چوبای واقعی پیتزای آتیشی. آره دقیقاً. چیزی که امسال خیلی برای من جالب بود سرو الکل بود. تو اصلا کلن الکل خوردن اینجوری یه جورایی توی سوئد ممنوعه که اینجوری توی فستیوالایی که اوتدور الکل بفروشن. بالاتر از 5% رو در واقع فقط سیستم بلاگت یه ارگانیزیشنیه و یا بار و رستورانایی که هستن و مجوز دارن اونا فقط باید بفروشن. منتها این سری ما بیرون هم همونجوری که دارید میبینید همین صحنه رو بیرون هم ما میدیدیم که سرو کنن. خیلی عجیب در واقع میدیدیم که غرفه هایی هست که کوکتل میفروشن، آبجو میفروشن، شراب میفروشن و توی فستیوال های سالهای قبل من نمیدیدم. گشنم شد دوره اینا. و واقعا هم قسمتی که خوراکیا بود از قسمتی که فرهنگ ها بود خیلی شلوغ‌تر بود. حالا فرهنگ ها هم بیشتر قسمت آواز و رقص و ایناشه دیگه. شیکم شوخی نداره دیگه، هر چیزی که به شیکم وصل باشه. از این ایستگاه های آبم دور و برش گذاشته بودن و تو میتونستی که بطری تو آب کنی. اینجا چی شده بود؟ نمیدونم، یه آمبولانسی بود داشت یکی رو میبرد، نمیدونم چی شده بود، نفهمیدم. نه اینجا یکی تینیجر افتاده بودن دنبال یه خواننده. راست میگه این ونه. الان یادم اومد، فکر کنم خیلی عروش گذشته. یه دونه ونی بود که کلی تینیجر دنبالش راه افتاده بود و یه خواننده محبوبی و که اسمش هم یادم نیست. گفت ولی منم یادم نیست. نیست. ولی خب بین تینیجرها خیلی محبوب بوده، اونو داشتن میبردن و داشتن دنبال اون بودن و اینجوری.
ولی شهر کلن حال و هوایی به شدت خوبی داشت. هر کی واسه خودش یه گوشه یه کاری میکرد، آدم خوشحال بودن، از همه سن و رنج و فرهنگی هم واقعا میدیدیم. چینی، ژاپنی، ایژین هم دارن بیشتر خودشون نشون میدن توی گوتنبرگ. ببین تقریبا ما از همه جا غذا داشتیم به جز ایران. متاسفانه از ایران هیچی نبود؟ نه هیچی نبود. از آفریقا 2-3 تا غرفه داشتیم، از کانادا داشتیم، از استرالیا داشتیم، از آمریکا داشتیم، از جاهای مختلف اروپا داشتیم، از آسیای شرقی داشتیم، از خاورمیانه هم حتی عربی تور و اینا هم داشتیم، ولی هندی داشتیم. میدونی یکی بعد یه غرفه میزد تهدیگ، بعد روش قرمه سبزی میریخت یا خورش قیمه مثلا میفروخت اونجا. خداییش Afrobeat percussion under one sky, one sky. Organ horns. از شویای سیارم که همیشه همه جا هست، از اینجا میبرم به اونجا، از اونجا میارن به اینجا. Soulful vocals under one sky, one sky. Under one sky. اینجا در واقع حالا موزیکش تغییر کرده، ولی یه دیجی بود که افروبیت میزد در واقع و خیلی آدمو باش حال میکرد. فقط افرو نبود، افرو رو مثل این که قاطی کرده بود با موزیک ایرانی و نمیدونم کردی و عربی و اینا. اون این بود یا نه اون یه دختری بود که یه جای دیگه سمت شب بود. این قبل از اونجا هنوز. آسمون چقدر خوشگل بود واقعا، یعنی از چیزی که توی فیلم میبینید چندین برابر خوشگل تر بود. این هم دوره همونه ولی شب، منتها این سری با اسکرین گذاشته بودن و یه مقداری پرشکوه‌تر و اینا، چون یه جای دیگه بود در واقع. این یه نقطه دیگه ای از شهره و اصولا کسایی که معروفتر و مشهورترن رو در واقع سمت شب میذاشتن که یه حالت کنسرت خیابونی شبانه بشه و خب نور و صدای بهتری هم داشتن دیگه در واقع. اینه اون دختره که میگفتی. مرسی که نگاه کردین. به این زودی باید بریم. آره. خدا یار نگهدار.